مسئولان رده بالا چرا سکوت کردن در رابطه با این مسئله و اتفاق؟ داها مردم در همین مصلا و توی خیابان بدون هیچ دلیل به قتل رسیدن، کشته شدن. بسیاری از اینها تیر به سر و سینه خوردن. چه کسی اینها را به قتل رسونده؟ به چه جرمی؟ به ای ذنب قتلت؟ به چه جرمی اینها به قتل رسیدن؟ مسئولان، مدیران کشور و رهبری جمهوری اسلامی که در همه نیروهای مسلح تحت فرمان ایشانند، بالاخره همه مسئولن پیش خدای تعالی. هیچ کسی نمیتونه که از مسئولیت شانه خالی بکنه. همه مسئول، همه انسانن. پیامبران مسئول بودن و خود را مسئول میدانستن. همه ما مسئولیت داریم. برای این جمعیت اینجا به قتل رسیده است. 10 نفر اینجا کشته شده و من عدد دقیق را نمیتونم ذکر کنم که متفاوته. تا 90 خورده بعضی رفتند و حساب کردن، بعضی پایینتر، بعضی بیشتر. چقدر مردم زخمی شده، چقدر قطع نخاع شدن، فلج شدن، بسیار دست و پاهایشون قطع شده. چه کسی جوابگوی این هست؟ اینها شهروند همین کشورند، این مال همین مملکتند.